مردم، ما مردم مسلمانیم، منتالیتی ما دیگه ای. شما هیچ عقل فراست داره؟ آخه اون مردم اون مخنثی را از روی ادب گمان میکنن، مدنیت میدونن، کلتورا. چی شما با هم تقلید میکنی از برای خدا؟ اگر مادام که شیم کستونی خوب نمیوه خشتکش شد، امروز الحمدلله چهورای هستن در همین تاجیکستان که هر نموده که سفارش کنی میدوزند، از دال چگبن خوبتر میدوزند. با همون پولی که تو همون لباس حرام میخری، تو میتونی برای سفارش کنی در صدبرگ یا در جای دیگر لباست بدوزن. ما نمیگیم که شما تازه و آزاده نباشه. مسلمان باید بهترین لباس پوشه، مسلمان تازه و آزاده باشه، مسلمان خوشرو باشه. آخه این خوشروگی زینت اسلامه. خداوند جمیل جمال را دوست می‌داره، نظافت پاکی را دوست می‌داره. اما از برای خدا این چه حال است؟ این همین ماده‌هایی که 4-5 سالی